مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 دکامبر سال 2022 از آشکار شدن باز چند حالت قلابی به مبلغ بزرگ از جانب یک ساکن 33 ساله نوحه رودکی خبر داد. گفته می شود که این مرد در سه حالت در ماه‌های مارت، مای و ایون سال جاری از شهروندان در عموم 417,000 دلار آمریکایی و 9 میلیون روبل گرفته دیگر برنگردانیده است. از جمله بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نوحه سینو با عریضه زن 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه ایون سال 2022 مرد 33 ساله ساکن نوحه رودکی با راه فریب به باوریش در اومده از او 300,000 دلار آمریکایی گرفته تا حال برنگردانیده است. همین طریق نام برده به آن گمانبر می شود که ماه مای سال 2022 به باوری مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه در اومده از او 112,000 دلار آمریکایی گرفته تا حال برنگردانیده است. همچنین می‌افزاید مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی این ساکن نوحه رودکی با همین راه سنه 16 مارس سال 2022 به باوری مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه در اومده از او 500,000 روبل روسی و 5,000 دلار آمریکایی گرفته تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این ساکن رودکی برای قلابی به مبلغ بزرگ همچون جزا جریمه به اندازه از 1460 تا 2190 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 8 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. او همچنین باید ضرر رسانیده شده را به شهروندان جبران کند.